اگه دوست داشتی از این به بعد به جای فیلتر معمولی از این دکمه‌های جذاب استفاده بکنی، یا اینکه وقتی فیلترت رو انجام دادی این فرمول هایی که این انتها می‌نویسی متناسب با فیلتر تغییر بکنه، یا اگه خواستی اطلاعات اضافی رو پاک بکنی فقط و فقط با یک کلیک کردن و همچنین فرمول هایی که می‌نویسی به صورت خودکار آپدیت بشن، حتما با من تا انتهای این ویدیو همراه باش، چون من میخوام راجع به تیبل ها صحبت کنم و تمام این خواصش رو به شما یاد بدم. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه، هر جا هستید موفق و سرزنده و شاداب باشید. رضا هستم و اینجا کانال اکسل بای رضاست و به کانال من خیلی خوش آمدید. امروز میخوایم بریم سراغ تیبل ها و من بهتون بگم که یک تیبل رو چطوری تشکیلش بدید و از خواص خیلی خوبش بهره مند بشید. من برای این جلسه یک دیتا ستی رو بردم، یک محدوده اطلاعاتی رو بردم که مربوط هست به یک شرکت بازرگانی و کارش فروش لوازم و تحریر هستش و اون رو به نماینده هاش تو مناطق مختلف کشور میفروشه و اطلاعاتش در تاریخ های مختلف اینجا اومده. برای اینکه من بیام یک تیبل رو تشکیل بدم، اول از همه باید بیام کل این محدودم رو انتخاب کنم. چون مطمئن هستم که سطر خالی ندارم، یک سلول رو انتخاب میکنم، کنترل آ رو میزنم تا تمام محدودم انتخاب بشه. بعد میرم به تب اینزرت و اینجا سمت چپ این گوشه که زده تیبلز، تو دسته بندی های تیبل رو چکار میکنم؟ انتخاب میکنم و الان این پنجره برای من باز میشه. برای اینکه شما این پنجره رو باز کنید و به این قسمت هم برسید میتونید از کلید ترکیبی کنترل تی هم استفاده بکنید. کافیه من اینجا اوکی بکنم تا تیبل تشکیل بشه، اما اینجا یک تیکی خورده و به من میگه که این تیبل تو سطر اولش به عنوان هدره. میگم بله به عنوان هدر هستش و اون تیکو بر نمیدارم. بدون اینکه به چیزی دست بزنم اوکی رو میزنم و الان ملاحظه میفرمایید که تیبل من تشکیل میشه. یک شکل و شمایل خاصی هم بهش داده، اومده سطر اول رو هم به عنوان هدر در نظر گرفته، رنگش رو متفاوت کرده، کنار هر کدوم از اونها هم اومده یک کشوی در حقیقت علامت کشویی گذاشته که همون کار سورت و فیلتر و اینجور چیزها رو هم میتونید باهاش انجام بدید. خب میریم حالا تیبلمون رو تشکیل دادیم تا من به شما خواص خیلی جالب تیبل رو بگم و مطمئنم بعد از دیدن این ویدیو سعی میکنید از این به بعد اطلاعاتتون رو به تیبل تبدیل بکنید و از خواص خوب اون و ویژگی های بسیار کاربردیش بهره مند بشید. من میام روی یکی از این سلول ها کلیک میکنم و الان این بالا برای من یک تبی اومد به نام تیبل دیزاین که قبلا شما رو محدودهای اطلاعاتیتون تو دیتا ستاتون که کلیک میکردید همچین تبی رو نداشتید و این تیبل دیزاین مخصوص به این تیبله. یعنی اگه شما تیبل های دیگه ای هم تو این شیت داشته باشید و روش کلیک بکنید، تیبل دیزاینی که اونجا میاد مختص به اون تیبل میشه. خب میریم به تب تیبل دیزاین و الان بهتون میگم که قراره چه اتفاقای جالبی بیفته. ببینید سمت راستش خب استایل های مختلفی که اینجا الان اکسل برای ما آورده، ما میتونیم هر کدوم از اینها رو انتخاب بکنیم و متناسب با اون چیکار بکنیم، کارمون رو جلو ببریم. حالا فرض کنیم من بر اساس سلیقه‌ای که مثلا خودم دارم میام این رو انتخاب میکنم. همچنین ما میتونیم به تیبلمون یک اسم بدیم و از این به بعد توی فرمول هامون وقتی که میخواستیم از این در حقیقت تیبل استفاده کنیم با اون اسم این تیبل رو و ستونهاشو فراخوانی میکنیم. تو همین تب تیبل دیزاین این گوشه رو نگاه کنید زده تیبل نیم اومده و یه اسم خود اکسل داده تیبل 11. چون من اینجا تیبل های دیگه هم دارم اومده و این رو برای من در حقیقت نامگذاری کرده. من میتونم این رو انتخاب بکنم و یه اسم بهش بدم، اسمش رو مثلا میذارم دیتا و اینتر میکنم. از این به بعد این تیبل به نام دیتا شناخته میشه. اسمتون نباید فارسی باشه، فاصله بینشون نباید باشه، بعضی کاراکترها رو هم نمیتونید استفاده کنید. برای همین اسمش رو سرفته بهش بدید که بتونید کارتون رو راحت جلو ببرید. خب میخوایم بریم که سراغ اولین ویژگی که این تیبل داره. پس اومدیم تیبل رو تشکیل دادیم
یه استایل هم حالا بر اساس سلیقه دادیم، یه اسم دیتا هم براش گذاشتیم. اولین چیزی که میخوام بهتون بگم و خیلی جالب و میدونم براتون خیلی 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 جالب خواهد بود، این هستش که شما به تیبل هاتون میتونید اسلایسر اضافه کنید. اسلایسر چیه؟ اسلایسر یک ابزاری هستش که کار تحلیل داده انجام میشه و مختص به فیلتر کردنه. الان کنار هر کدوم از اینها شما در حقیقت ابزار فیلترتون فعاله دیگه. یعنی الان من بر اساس مناطق بخوام فیلتر انجام بدم، و 3 منطقه مرکزی و شرقی و غربی داره، سنترال، ایست و وست. من میتونم بر اساس در حقیقت همون فیلتر همیشگی که اکسل در اختیار ما قرار میده بیام و فیلتر رو اعمال کنم، اما نیازی به این کار نیست. من روی تیبلم کلیک میکنم، میرم تب تیبل دیزاینش و اینجا یک اینزرت اسلایسر داره. اینزرت اسلایسر رو میزنم، یه پنجره برای من باز میشه و به من میگه که تو الان میخوای روی کدوم یکی از این ستون ها کار فیلترتو انجام بدید. من میگم روی این ستون مناطق میخوام کار رو انجام بدم. تیک میزنم و اوکی میکنم. الان مشاهده میفرمایید که یه دونه اسلایسر برای من اینجا آورد و نام مناطق منم اینجا اومده و اینها به صورت یه دکمه در حقیقت فعال هست و من میتونم با فشردن هر کدوم از اونها کار فیلتر رو انجام بدم. مثلا الان من میخوام منطقه شرق رو انتخاب کنم، ایست رو میزنم و الان کل جدول من بر اساس منطقه شرق فیلتر شد. میخوام منطقه غرب رو بر اساس غرب فیلترش بکنم، وست رو میزنم و الان میبینید کل جدول من بر اساس منطقه غرب فیلتر میشه. من میتونم اینجا با زدن این ضربدری که گوشه اسلایسر هست کلا فیلتر رو چکار کنم؟ بردارم. حالا شما حساب بکنید که مدیرتون میخواد یه گزارشی از شما بگیره، شما این فایل اکسل رو بهش میدید، تیبلش کردید، یه اسلایسر هم کنارش میذارید و چقدر میتونه این کاربردی خوب باشه. خود اسلایسرها هم میتونید که چند تا ازش تشکیل بدید. الان فرض کنید من میخوام یه اسلایسر دیگه هم اضافه بکنم. خب میرم به تب در حقیقت تیبل دیزاینم، یه اسلایسر دیگه هم اضافه میکنم و این سری میگم که من میخوام همزمان که منطقه رو فیلتر میکنم بر روی کالا هم عملیات فیلتر رو انجام بدم. من اینجا کالای من تو ستونی به نام آیتم هست، آیتم رو انتخاب میکنم، اوکی میکنم و الان دومین اسلایسر برای من چی میشه؟ میاد. من این اسلایسر رو یه ذره حالا اندازش رو کوچیک میکنم، اینم میارم زیرش و اندازه اینم کوچیک‌تر میکنم. خب الان ببینید من میخوام ببینم تو منطقه مرکزی چند تا مثلا دسک فروختم. درست شد؟ میرم اینجا سنترال رو انتخاب میکنم، اولین فیلتر اعمال میشه و کلا اینا همه میشه منطقه مرکزی. حالا میرم چیکار میکنم؟ این دسک، این کالامو انتخاب میکنم و الان میبینید که در منطقه مرکزی من هر چی که دسک فروختم رو اینجا برای من میاره. میخوام ببینم چند تا بایندر فروختم، بایندر میزنم و الان اینجا بایندر رو برای من در منطقه مرکزی میاره. منطقه شرق رو میارم و الان تو منطقه شرق کالاهایی که ما داریم اینجا واسه بایندر هست دیگه. حالا من فیلتر بایندر رو برمیدارم کالا رو. ببینید یکی از کالاها کم رنگه، یعنی ما این رو در منطقه شرق نداریم و خودش به صورت هوشمندانه اومده تو لیست کم رنگش کرده که اگه من الان بزنم ببینید خالیه. یعنی من تو شرق کالای دسک نفروختم، اما میرم پن رو میزنم و الان مشاهده میکنید که من توی ایست چند تا پن فروختم. پس این هم میشه چی؟ میشه فیلتر کردن. اما خود اسلایسرها برای خودشون داستان جداگانه و متفاوتی دارن که من این اسلایسرها رو که چطور حالا رنگ‌های مختلف بهش بدید، فونتش رو انتخاب بکنید، رنگ‌هایی که سلیقه خودتون هست رو بدید و کلا شخصی سازی کنید برای کار خودتون رو اومدم توی یک ویدیو جداگانه قبلا ضبط کردم و توی این کانال گذاشتم که در پایان همین ویدیو براتون میام و لینکش رو میذارم که اگه خواستید برید و اون رو هم ببینید. فقط همینقدر بگم که اگر شما هر اسلایسر رو که کلیک کنید یه تب اسلایسر اینجا فعال میشه، میتونید برید اندازه هاشو اینجا تغییر بدید و اینجا هم میتونید چیکار کنید؟ استایل مخصوص به خودش رو بدید. حالا من مثلا این استایل رو انتخاب میکنم، برای این هم میام و همین استایل رو انتخاب میکنم و الان ملاحظه میفرمایید که دقیقاً داره کار ما به درستی چی میشه؟ انجام میشه و فیلتر داره اعمال میشه. بسیار خوب. اما کار به اینجا ختم نمیشه و ما میریم الان سراغ خاصیت بعدی که جدول داره.
خاصیت دومی که جدول ها دارن، من امروز این پرکاربرداشو خدمت شما میگم. ببینید انتهای جدولمون در حقیقت اینجا یک علامت نقطه‌ای دارید و جالب این هستش که شما این علامت، حتی اینو بهتون بگم اول، این علامت نقطه چیه؟ انتهای جدولتون رو داره نشون میده. خب یعنی ما تیبل ما که اسمش دیتاست تا اینجاست، هر چی که بالای اینه توی این محدود است مربوط به دیتاست. حالا من میخوام یک اطلاعاتی اضافه بکنم. مثلا فرض کنید من میخوام بیام مثلا بگم در 21 مثلا ژانویه سال 2016 من یک مثلا کالایی رو داشتم. خب اینو میزنم، به محض اینکه من تبو میزنم ببینید الان این سطر رو به صورت خودکار اومد و اضافه کرد توی تیبل، کشید در درون خودش و الان این نقطه یه دونه اومد پایین. پس این خاصیت رو تیبل داره که شما هر چی که اضافه بکنید بهش بیاد و جزو تیبل محسوب بشه. خب من اینو حالا پاکش میکنم و این سطر رو اصلا کلا دیلیت میکنم. خب اینو تا اینجا داشته باشید. حالا ببینید فرمول نویسی توی تیبل چه شکلی شده. الان فرض کنید من میخوام روی این ستون یونیتم، خب یونیتس که دارم تعداد از هر کدوم از این کالاها رو آورده چقدر فروختم، میخوام یه عملیات مثلا جمع خیلی ساده بزنم. کافیه من بیام اینجا فرمول سام رو فراخوانی بکنم و دیگه نمیام رنج انتخاب بکنم و اینجا مثلا بگم از اینجا رنج انتخاب کنم بیام تا پایین. این کارو نمیکنم. من میام سام رو میزنم، اسم تیبلم رو مینویسم، چند تا کلمه‌شو که میزنم میبینید که اسمش رو میاره، انتخابش میکنم، میگم برو توی جدول دیتای من علامت براکت رو میزنم و الان تمام ستون‌های من اینجا لیست میکنه. من میخوام یونیتس رو جمع بکنم دیگه، یونیتس رو روش دبل کلیک میکنم، براکتش رو میبندم و پرانتز رو هم میبندم. ببینید الان خودکار خودش اومد چیکار کرد؟ کل یونیتس منو چیکار کرد؟ سلکت کرد. خب و اینتر میکنم. الان 21 چی میشه؟ میشه جمع کل این ستون من. پس شما برای اینکه یک تیبل رو کارش رو انجام بدید، ببینید اسم تیبل رو مینویسید و علامت براکت، در حقیقت این علامت براکت در درون این براکت نام ستون رو قرار میدید که اینجا به صورت خودکار برای شما لیست میشه، نمیخواد دستی همینجوری تایپ بکنید. خب اما نکته اینجا ختم نمیشه، این که حالا فرم در حقیقت فرمول نویسیش این شکلی شد، اما نکتهش اینه که شما میتونید بیاین حالا اینجا یک سطری اضافه کنید. الان عدد من چند بود؟ 21. من اگر الان اینجا بیام یک سطری اضافه بکنم، همون 21 ژانویه 2016 رو بزنم، یه سطر اضافه میشه. من این ستون یونیتس رو جمع کردم دیگه، یه عدد مثلا چی بهش اضافه کنم؟ مثلا یه عدد اضافه بکنم اینجا، یه سطر اضافه کردم، حالا فرض کنید عدد مثلا 100 تا از این فروختیم تو این تاریخ. خب حالا ببینید چه اتفاقی میفته. الان عدد من 21 بود، ببینید عدد شد 22 یعنی 100 تا بهش اضافه کرد. در صورتی که شما وقتی از رنج استفاده بکنید این اتفاق نمیفته. ببینید الان من میذارم سام، خب و یک رنج رو بهش میدم، مثلا میگم از اینجا تا اینجا رو برای من جمع بکنه، از E3 تا E6. خب اینتر میکنم. الان فقط E3 تا E6 اینجا هست. هر عدد این بالا یا پایین اضافه بشه داخل این رنج نمیشه. اما وقتی که شما میایین و از تیبل ها استفاده میکنید، چون بهش گفتید ستون یونیتس رو جمع کن و اون عددم اومده و وارد تیبل شده و رفته زیر ستون یونیتس، میاد و به صورت داینامیک اون جمع رو انجام میده دیگه. شما نیازی نیست برید رنج خودتون رو عوض بکنید، حالا 10 تا سطر اضافه کنید، 100 تا سطر اضافه کنید، هر فرمولی که روی ستون ها با این شیوه میزنید دقیقاً میاد همین کار رو برای شما انجام میده. خب این هم یکی دیگه از خواص تیبل بود که گفتم تو این جلسه به شما بگم. اما میریم به تبع تیبل دیزاین و اینجا یه گزینه‌ای داره به نام Remove Duplicates. Remove Duplicates یعنی چی؟ یعنی تکراری ها رو حذف کن. خب خیلی این مهمه. بعضی وقتا بچه ها میخوان یک سری سطرهای تکراری، یک سری مقادیر تکراری رو حذفش بکنن.
اما وقتی تیبل در حقیقت شما محدوده داده ایتون رو تیبل میکنید، این ابزار به راحتی در اختیار شما قرار میگیره. من الان میام اینجا چیکار میکنم؟ میرم و مثلا فرض کنید روی همین در حقیقت جایی که هستم روی تیبلم، میرم تو تب تیبل دیزاین ریموو داپلیکیتس رو میزنم و الان میگه بر اساس کدوم ستون میخوای بیای و تکراری ها رو حذف کنی. من میگم که بیا مثلا بر اساس اون تیکش رو بر میدارم و اینم بر میدارم، میگم بیا توی یونیت کاست. خب هرچی، حالا مثال دیگه، خب میگم بیا توی یونیت کاست و تو الان چیکار کن؟ برای من هرچی عدد تکراری اینجا هست رو حذف کن و من اوکی میکنم. الان اینجا نوشت 31 مقدار تکراری رو پیدا کردم و حذف کردم، 13 مقدار غیر تکراری بودن و من اونها رو چیکار کردم؟ نگرش داشتم. اوکی میکنم و الان ببینید حتی این فرمولی که اینجا زدم سام هم مقدارش تغییر کرد، چون تعداد سطرها کم شد تغییر کرد. و الان تو این یونیت کاست دیگه من عدد تکراری چیه ندارم و هر چی سطر تکراری بود رو همه رو حذفش کرد. خب من یه کنترل زد میزنم، بعدش میگردم به حالت اول. ببینید چقدر تیبل خواص داره. یکی دیگه از خواصهای جالب تیبل این هستش که یک سری فرمول ها رو میاد به صورت خودکار در اختیار شما قرار میده. الان فرض کنید تو این ستون آخر خب که توتال هستش، یعنی جمع این در حقیقت فروش رو آورده، من میخوام اینجا جمع کل فروش هم بیارم. خب اینجا انتخاب میکنم، میرم معمولا از سام استفاده میکنم دیگه، اینو مساوی میذارمش، حالا مثلا با سام پرانتز رو باز میکنم، دیتا انتخابش میکنم، یه براکت میزنم و میگم بیا این توتال رو برای من چیکار کن؟ جمعش رو اینجا برای من بنویس. درست شد؟ کل اون ستون الان انتخاب شد. میبندم. درسته؟ الان ببینید چه اتفاقی افتاد. یه علامت زیگما آورده اینجا. خب این علامت زیگما آورده و میگه که این جمعه. خب حالا الان کنارش ما با اون کاری نداریم. الان کنارش چه لیست کشویی برای من گذاشته. من این لیست کشویی رو باز میکنم و الان شما انواع و اقسام فرمولا رو اینجا دارین میبینید. اون فرمولهای پایه و اساسی که مورد نیازه. شما میتونید هر کدوم اینا رو انتخاب کنید. مثلا میخواید میانگین بگیری، خب من اینو میام تبدیلش کنم به میانگین. اوریج رو میزنم، الان علامت سام رفت و این الان میانگین رو گرفت. میتونم اینو باز کنم و مثلا فرض کنید تعدادش رو بشمارم، کانت نامبر میکنم. همچنین کنار تمام این سلول های خالی هم همچین لیست کشویی برای من اومده. الان نگاه کنید، این الان لیست کشویی این ستونه برای همه اینا فعال شد، یعنی اومد اون سطر رو به عنوان یک سطری که برای فرمول نوشتن هست انتخاب کرده. الان من میام اینجا، من میگم که مثلا اینجا میخوام جمع انجام بدم، جمع رو میزنه. اینجا مثلا میگم که بیا و بیشترین عدد رو مثلا برای من بیا، ماکس رو میزنه، یعنی که من الان ماکسیمومی که داشتم، یعنی بیشترین تعداد فروشی که داشتم 96 تا بوده، برای من میاره. و در کنار همه اینها چیه؟ این اتفاق میفته. انا دوباره کانت میزنم، مثلا اینجا رو برای من میاره. و حالا جالب چیه؟ جالب اینه که اگه من عملیات فیلتر رو انجام بدم، باز اینها به صورت خودکار و داینامیک با توجه به فیلتر مقادیرشون متفاوت میشه. الان من ببینید میام اینجا و اینجا، ببینید منطقه وست رو انتخاب میکنم، ببینید تعدادش اونجا 43 بود، الان شد 6 تا. چرا؟ چون اینجا 6 تا ما داریم. درست شد؟ الان اینجا اون میان چه فرمولی انتخاب کرده بودیم؟ اینجا سام بود. خب الان سامی که اونجا داشتیم اومد گذاشت کنار و این 6 تا رو با هم جمع کرد. در صورتی که تو حالت معمولی وقتی شما فیلتر انجام میدید، فرمول ها روی یعنی فیلتر روی فرمول ها تاثیر نمیذاره. اما اینجا شما به راحتی میاد این جمع انجام میدید، کانست، اوریج، هر فرمول دیگه که هست رو میتونید بیاید و کارش رو انجام بدید و به راحتی این کار انجام میشه. الان مثلا من اینجا میام میگم آقا کمترین تاریخ رو برای من بیار، 15 مارس یا 15 مارس 2016 است. درسته؟ حالا الان میام فیلتر رو بر میدارم
میام پایین و ببینید شد 6 ژانویه 2016. یعنی ببینید اصلا هر کاری که شما انجام میدید در حقیقت میاد و اون کار رو برای شما بر اساس فیلترتون داینامیک میکنه. این هم یکی دیگه از خواص تیبل ها بود. حالا اگه زمانی هم نیاز بود شما یه تیبلی تشکیل دادید و خواستید این تیبل رو از این حالت خارجش بکنید، از تیبل خارج بکنید، کافیه برید دوباره تو تب تیبل دیزاین. اینجا یه کانورت تو رنج داره. شما وقتی که کانورت تو رنج رو انتخاب میکنید یه پیامی براتون میاد میگه شما میخوای واقعا این کارو بکنی، میخوای تیبل به این خوبی و خوشگلی رو تبدیلش کنی دوباره به همون رنجی که بود. میگه آقا بله من الان نیاز دارم این کارو بکنم. کافی یس رو بزنید و این برمیگرده به همون حالت. حالا اگه خواستیم کل تیبل رو هم انتخاب بکنید میاد روی سلول آیه کش، ببینید علامت موس که عوض میشه، یعنی این گوشه همین که بزنید کل تیبلتون چی میشه؟ انتخاب میشه. ولی خب اون سطر آخر که توتالتون بود توش فرمول هست مربوط به فرمول های هر ستون هست، ولی خود تیبل شما چی میشه؟ انتخاب میشه. حالا یه وقت خواستین سلکت آی بکنید دیگه نمیخواد سلکت آ بکنید، کافیه با همین موس این کارو چیکار کنید؟ انجامش بدید تا کل فیلترهای شما اینجا اعمال بشه. تو تیبل دیزاین دیگه ما مثلا فیلتر باتم دارید، اگه این تیکو بردارید این فیلترها میره، یا مثلا چه میدونم ببین اینجا این توتال رو توتال رو اگه تیکشو بردارید دیگه شما نگاه کنید توتال رو اینجا ندارید. نکته آخرم این که حتما این ویدیو رو اگر خوشتون اومد لایک کنید، ما رو سابسکرایب کنید، اون علامت زنگوله رو هم بزنید و الان من میام و براتون اون در حقیقت اسلایسر ها هم میذارم که شما بدونید یک اسلایسر رو چطور میتونید تنظیمش بکنید.